فرده کفشامو گرفتی؟ رفته بودم مغازه اکبر آقا سیب زمینی بخوام. وقتی برگشت میدم که کفشا نیست. هرچی دنبالشون گشتم ندونستم پیداشون کنم. مامی گم شده؟ به ماما چیزی نگو پیداشون میکنم. فردا چطوره برم مدرسه؟ گریه نکن. الان میرم دنبالشون پیداش کنم. تو رو خدا به ماما چیزی نگو. پسر وظیفه تو توی خونه چیه؟ ها؟ خوردن و خوابیدن از خونه در رفتنه؟